روز 26 اپریل وکیلان شوراهای محلی نویه عثمانی ولایت لیپسک روسیه دیگر باره اینک بار چهارم ولادیمیر مازوی 72 ساله را رئیس این نویه انتخاب کردند. از 48 وکیل محلی 47 نفرش به طرفداری از ولادیمیر مازو آواز دادند و رقیب یگانه او رئیس جماعت نیکولسکی ویسیلکی تاتیانا خریستوفوروا همگی یک آواز به دست آورد. ولادیمیر مازو زاده نویه قرغون تپه در جنوب تاجیکستان و رئیس سابق سفخوز تکنوکومی در زمان شوروی در وادی وخش مشهور به نام کویبشف بوده. اینک 15 سال باز رئیس نویه عثمان است. این نویه با 50,000 اهالی و مرکز ماموریش در شهر عثمان در تقریبا 50 کیلومتری جنوب شهر لیپسک جایگیر شده است. ولادیمیر مازو در نویه قرغون تپه در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده و به وی رسیده است. او سال 1972 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده، بعدا در بخش اکادمی علم‌های SSSR در نوسیبیرسک رساله نامزدیش را حمایت کرد و صاحب عنوان نامزد علم‌های اقتصادی شد. ولادیمیر مازو قریب 20 سال در سفخوز تکنوکومی به نام کویبشف نویه قرغون تپه اول به حیث مهندس و سردار استخوان‌ها کار کرده تا به مقام سرمهندس رسید و سال 1987 رئیس این خواجگی مشهور انتخاب شد. او آن وقت همچنین وکیل پارلمان تاجیکستان و هم عضو کمیته مرکزی حزب کمونیستی این جمهوری انتخاب شده بود. مازو به سفخوز تکنوکومی به نام کویبشف تا سال 1991 روبری کرد. سهم ولادیمیر مازو را در تبدیل سفخوز تکنیکوم به نام کویبشف به یک خواجگی پیشرفت آن دوران بزرگ می‌شمارند. او قبل از شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان به روسیه کوچیده به نام یک فرمانده بهرم نامگذاری شدن و سپس طلب و تورات شدن خواجگی را که با زحمت زیاد به پا خیزانده بود ندید. مازو بعد کوچیدنش به روسیه از ماه می سال 1991 تا سال 2007 کالج تکنولوژی و صنعتی عثمان را روبری میکرد. او همین طور به حزب حاکم ادین روسیه پیوسته از نام این حزب سال 2003 وکیل شورای نویوی و سال 2006 وکیل شورای ولایتی انتخاب شد. سال 2007 ولادیمیر مازو را رئیس نویه عثمان انتخاب کردند. او بعدا سالهای 2012 2017 و 2022 دیگر باره به این مقام انتخاب شد.